سلام، به مناسبت کریسمس براتون لباس کریسمسی پوشیدم. چند داریم میریم یه جای کریسمسی؟ Let's go. بیاین اول مسواکمون رو بزنیم. خب بچه، از اینه که امروز ما میخوایم بریم خیابون میرزای شیرازی که وایب کریسمسی و اینا داره. بچه دانشگاه، بچه های ما همه همینطوره. بچه ولاگام هم میبینن ها، ولی باز من قرار بگم، یعنی همه یه مش آدم خونگی هستیم که دور هم جمع شدیم و برنامه رو میچینیم و دقیقه 90 همه اینطوری که بچه بارون میخواد بیاد، بچه زمینم کندن ها، بچه من شنیدم خیلی شلوغه ها، بچه بارون اسیدیه ها. خب اینجور فکرم میاد تو مخشون که مثلا اصلا امروز روزش نیست، مثلا حالم خوب نیست، اصلا نمیخوام برم بیرون. خب من خودم یه همچین آدمیم که همیشه منتظرم که دقیقه 90 یکی کنسل کنه که من بگم آه واقعا. خلاصه که من میرم الان لباسام بپوشم، نمیدونم قراره چی بپوشم. فقط یه دونه بولیز ژاکت کریسمسی دارم که فقط میدونم اونو قراره بپوشم و آرایشم انجام بدم، بیام که برم کلا آماده شم دیگه، بعد آماده شم برم. اوکی بچه، من خیلی ذوق دارم و اینکه ذوق دارم که برم که یه عالمه وسایل کریسمسی ببینم. شاید دلم خواهد یه ماگ درخت کاج بخرم که کریسمسی باشه اگه پیدا کنم، و دلم خواهد کلاه کریسمس بگیرم، یا کلاه کریسمس بگیرم یا از این جوراب بزرگا که بزنم دم در اتاقم. I'm so excited. Anyway میریم که ببینیم. Goodbye. چتر اول از همه رفتیم دنبال پاردا. داستان در مورد اینه که خب ما رفتیم خیابون میرزای شیرازی. وایسی نریا نه بابا. و خب طرز فکر آدم وقتی که میشنوه خیابون میرزای شیرازی بریم مثلا یه جای کریسمسی رو ببینیم، اینه که یک خیابونی رو میری که نورانیه، پر درخت کریسمسه، در کل یک خیابون کریسمسیه. You know what I'm saying؟ ولی نه، یه 3-4 تا مغازه بودش، یعنی مثلا تقریبا هر 10 متر 3-4 تا مغازه بود که کریسمسی بود و لوازم کریسمس میفروخت و این داستانا. یعنی همه مغازه ها کریسمسی نبودن یا یه خیابون کریسمسی نبود، تک و توک مغازه های کریسمسی وجود داشت.
هات چاکلت چرت و پرت هم خوردیم و گفتیم که وای کریسمسی بگیریم یه هات چاکلت بزنیم، ولی هات چاکلت مزه گوز میداد. جدی دارم میگم، اصلا مزه شکلات نداشت، مزه آب جوش میداد و قهوه‌ای بود، آب جوش قهوه‌ای و اصلا غلیظم نبود. Like what the hell was that? It was not a hot chocolate. That was bullshit. Anyway, ویترین مغازه خیلی مشکل بودن. حتی یه ویترین دیدیم که انگار یه شهر رو درست کرده بودن که تایم کریسمس بود و اینا، بعد بعضی از آدمک‌ها توش داشتن اسکی می‌کردن و یه پای گنده بابا نوئل، پای گنده سانتا اینجوری پاشو گذاشته بود تو شهر و خب فکر می‌کنم داشت اومده بود که جایزه مایزه و کادوماداشونو بده. ولی خب خیلی باحال بود. توی ویترین یه پای خیلی گنده بود که اومده بود توی یه شهر کوچولو و اینا، خیلی جالب بود. حالا ویدیوهاشون رو میذارم براتون ببین. بچه‌ها بابا نوئل رو، این پای بابا نوئله، اینم شهره بچه‌ها، یه شهر درست کرده. وای خدایا اینطوری کن؟ نه اینطوری باورتون نمیشه یه بابا نوئل اونجا نشسته بود و با بقیه عکس مینداخت. با بقیه که عکس مینداخت از هر نفر 100,000 تومان میگرفت. Like literally نه که چاپ بشه ها، like میری وای میسی اونجا، خودت از خودتون عکس میگیری و you have to pay 100,000 تومان. like مردم از خودشون کار درست میکنن ها. پاشم برم سیندرلا چیزی بشم تو خیابون. like و خب دروغ نخواهیم بگیم وسایل خیلی خوشگلی داشتن، یعنی پر این گویای خوشگل بود، پر بابا نوئلای با مزه، کلاهای باحال، تلای باحال، ولی خب like همشون خیلی الکی گرون بودن، یعنی قشنگ الکی گرون بودن. به نظر من نیازی نبود که اینقدر گرون باشن. حالا شاید از اون برمی‌اومدن و پول گمرک هم میگرفتن. but anyway من که هیچی نخریدم، یعنی قصد خرید داشتم ولی هیچی نخریدم از اونجا. یعنی چیزی پیدا نکردم که هم به دردم بخوره، هم دوستش داشته باشم، هم قیمتش مناسب باشه. من خودم دنبال یه ماگ بودم که درخت کریسمس باشه، ولی خب پیدا نکردم اونجوری که میخواستم. یعنی بودا ولی اون که من میخواستم نبود و خب بازم میگم قیمتش خیلی الکی بالا بود. like that was too much. ماگ فوقش 200 خورده ای باشه، like نه 500,000 تومان. who paid that? not me. البته میخواستم این کلاهای کریسمسی هم بخرم که مثل هست کلاه سانتا دیگه، بالاش گوله سفید داره، ولی حالت سادهش رو پیدا نکردم. یعنی یا دوتایی بودن یا بیشتر تل بودن، نمیدونم، من پیدا نکردم. حالا شاید بود چون خیلی شلوغ بود، ما همه مغازه رو نگشتیم. ولی از بدیهاش بخوام بگم بچه‌ها، یکی این که گفتم یک خیابون کریسمسی خیلی چیز نیست که مثلا انقدر شلوغش کردم وای خیابون میرزا شیرازی و خیابون میرزا شیرازی، نه انقدری شلوغ‌کاری نکرده بودم و صرفا چند تا مغازه بودن که وسایل کریسمسی میفروختن. و اینکه وقتی ما رفته بودیم هم یه نمه بارون میومد، خیلی نه اینکه مثلا باعث بعدی اون روز بشه، که زمینیشو کنده بودن، زمینیشو نمیدونم واسه چی کنده بودن، چیکار داشتن میکردن، و اینکه خیلی شلوغ بود. like خیلی شلوغ، چیزی که دارم میگم خیلی شلوغ. و میدونی چطوری شلوغ بود؟ مثلا خیابون شلوغ نبودا، دقیقا همون مغازه های کریسمسی شلوغ بودن. و یکی از مسخره ترین چیزا اینه که نمیذاشتن با ویترین عکس بندازی، با وسایل اونجا عکس بندازی. میگفتن که عکس برداری ممنوعه، چرا اونجا رو اونجوری دکور کردی؟ like برای کی این کار انجام دادی؟ خیلی چرت و پرت بودش که نمیذاشتن عکس بندازیم. like اصلا من خور کرده بود جدی. انقدر مغازه ها شلوغ بود که مثلا 3 نفر میتونستن تو، مثلا گفتن 6 نفر برین تو، 3 نفر برین تو، و اونا که میچرخیدن میمدن بیرون، بعد دوباره 6 نفر بعدی رو راه میدادن تو. یا انقدر داری میری موزه یا چه میدونم
انگار بلیط سینما خریدی like what the hell. درسته من حالا انقدر غر زدم در مورد اون روز و چیزایی که تو اون خیابون دیدم but جدی برای یه بار دیدن اوکیه. یعنی مثلا خیلی خوبه که برین یه بار مثلا اونجا رو ببینی، مثلا بگی که اونجا رو دیدم like در همین حد من باشم دوباره نمیرم. اوکی love you. و برام جالب بودش که چقدر ایرانیا کریسمس رو دوست دارن. like من بعد واسه سال دیگه درخت کریسمس بگیرم. من نمیتونم این کار انجام ندم. like من اینطوری بودم که من ایرانیم و چه ربطی داره که مثلا درخت کریسمس بیارم بزنم تو خونه. but I love Christmas و خیلی انجامش میدن، واقعا انجامش میدن. یا مثلا موقع کریسمس برای بچه‌هاشون کادو میخرن. a little bit awkward که توی ایران زندگی میکنی و یه همچین حرکتی رو میزنی but I like to do that too. خیلی دوست دارم که تو کریسمس کادو بگیرم یا کادو بدم به یکی، کادوی کریسمس. anyway همتون میدونین که من کریسمس رو خیلی دوست دارم. لباس کریسمسی، وسایل کریسمسی، مود کریسمسی، وایب کریسمسی، همه جا کریسمسی باشه. like yeah I like that. لوسی هم اینجا خوابیده، نمیذاره من پالتومو جمع کنم، وسایلمو جمع کنم. اومده اینجا جا خوش کرده، نمیذارم بهش دست بزنی، نازش کنی. در کل پیشی هستش که اخلاق نداره. گفتم در جریان باشین. ها؟ تو ما چرا تکون میکنی؟ چورسته؟ نه خودو. و اینکه بچه میخواستم به خاطر این ازتون معذرت خواهی کنم که من یکی دو هفته میشه که فعالیتی نداشتم و نتونستم پست بذارم و موقعیتش پیش نیامد برام. حتی امروز من ولاگ میذاشتم ولی خب نتونستم ولاگ بذارم، برای همین استوری گذاشتم که فردا میذارم. و در کل خواستم بگم که بازم مرسی برای حمایتاتون، مرسی که ویدیوهای من نگاه میکنین. خیلی خیلی من و لوسی خواب خیلی خیلی شما رو دوست داریم و در این کم کم 1000 تایی میشیم، در تقریبا 1K میشیم. منتظرم که منو به دوستاتون شیر کنین دیگه، شیر کنین که ما بزرگتر بشیم. خیلی خیلی دوستتون دارم. تو ویدیوهای دیگه، تو هفته‌های دیگه میبینمتون. مراقب خودتون باشین. انیو فایتینگ.